بذار یک دهن بخونم لذت برن. میگه که امروز مثل روز قبل بعد کار ناخواسته زدم تو بندر فرار. غروب تو بغض مثل بچگیام وقتی نگام میرسید به آخر قطار. کشتی آمدند و رفتند ولی کشتی من نمیندازه لنگر. تو کدوم اقیانوس پنهونه میون کدوم آبها زندونه. از اول مریم. امروز مثل روز قبل بعد کار ناخواسته زدم تو بندر فرار. غروب تو بغض مثل بچگیام وقتی نگام میرسید به آخر قطار. کشتی آمدند و رفتند ولی کشتی من نمیندازه لنگر. تو کدوم اقیانوس پنهونه میون کدوم آبها زندونه. دوباره رفتم دوباره رو انداختم زیر انداز پاره رو. بلندی بوق آخرین کشتی بیدار کرد تو آسمون اولین ستاره رو که روشن شد آسمون لاغر. یکم معنی داد این انتظار یاور رو که روشن شد آسمون لاغر. یکم معنی داد این انتظار یاور رو. تو نیستی آبم گلیه تموم آفتابم گلیه. بیداری این روز خواب تلخیه نیستی تموم خوابم گلیه. کودکی نابم گلی دستای سابیده به تابم گلی. نفسم و راحت میدزدن اما نیستی صدای هاپ هاپم گلیه. صدای هاپ هاپ دیگه نمیفهم چرا گفته، یعنی خود سگ تصور کرده چی نمیدونم، ولی خب شاعر گفته کار نداره. بعد میگه که بعدش مهم نیسته. راجع به یک موضوعی میخواستم صحبت کنم. چه موضوعی بود؟ حالا شما فعلا تا همینجا یه قضیه داشته باشین، خب راجع از اون موضوع بعداً صحبت کنم. سیس میبینیمتون.